وروى ثقة الإسلام كليني في الكافي عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين قال قتل علي بن أبي طالب عليه السلام و طعن الحسن. دوبار افساد کردن. خب این افساد رو باید آقای امام زمان درست کنن. ولا تعلن علوا کبیرا. روز عاشورا سید الشهدا فرمود که یا شیعت آل ابی سفیان. خیلی از اینها نژادشون اصلا نژاد عرب هم شاید نبودن و از بنی اسماعیل قطعا نبودن. ولا تعلن علوا کبیرا قال قتل الحسین علیه السلام. خب این صدر آیه. ذیل آیه که محل شاهده فاذا جاء وعد اولاهما، یعنی اذا جاء النصر و دم الحسین، وقتی که قرار باشد که از خون سید الشهدا تقاص گرفته بشود و طلب سار بشود و یعنی وقتی که نوبت ظهور برسه. بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار. عبادی از مؤمنین رو مبعوث خواهیم کرد، احتمالاً رجعت کنند. این بیل معنی نیست که حتما در قید حیاتن، چون آیه رجعت. بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار. شاید اشاره به کسانی باشد که در ظهور اصغر رجعت میکنند و همراه یه عده‌ای از احیا و یا احیا کلن، هر دو احتمال ممکنه. بالاخره عده‌ای هستند که اولی بأس شدیدند، انسان‌های معمولی نیستند. فجاسوا خلال الدیار، در تجسس قتله سید الشهدا خانه به خانه خواهند رفت و کسی از دم اینها نخواهد توانست فرار کند. قوم یبعثهم الله، یعنی یبعثهم الله ممکنه منظور فرمید علیکم السلام و رحمت الله، یبعثهم الله میتواند به معنای بعث، به معنای این است که رسالت به اینها دادیم برای این کار، و ممکن است منظور از یبعثهم الله یعنی رجعت، یعنی بعث از قبور. این دومیش هم احتمالش قوی است. یبعثهم الله قبل خروج القائم. خروج القائم به معنای ظهور نیست. گفتیم دیروز ظهور خیلی وقتا هر دوش هست. خیلی وقتا در روایت وقتی میگن بعث القائم علیه السلام یا خروج القائم علیه السلام یعنی ظهور، یعنی اولین خروج یعنی ظهور، یعنی خروج از غیبت. گاهی منظور از خروج بعد از ظهوره، خروج های مختلف. این تعبیر هم در روایت زیاد هست. اذا خرج القائم صار کذا. بعد در روایت مشخصه که خرج مثلا از کوفه الی المدینه الی المکه، از مکه الی مدینه. با قرائن باید فهمید. این خروج بعید است که خروج اول باشه، یا اگرم خروج اول از ظهور است بعث قبل یعنی مقارن، نه قبل یعنی سالها. چون عبادی که بعث میشوند قبل خروج، حالا چه ما اگه خروج های بعد بگیریم خب واضحه که بعد از ظهور، در زمان ظهور، قبل از خروج مثلا خروج آخری که خروج دولت باشد که کار تمام بشود، خروج به معنی الاتم باشد، این اتفاقات خواهد افتاد. وقتی که حضرت بیان به کوفه یکی یکی اینا رو پیدا خواهند کرد و خواهند کشت، چون نصرت دم حسین علیه السلام گفتیم کار شخص آقای امام زمانه، کار عده دیگه قبل از ظهور نیست. با این قرائن باید بفهمیم. بعضی از این روایات خیلی سوء استفاده میکنن. این عباد اولی البأس شدید را با به قرینه قبل خروج را ظهور میگیرن، قبل زمانی میگیرن. اون عباد را هم به معنای بعث یعنی رسالت الهی. پس وظیفه یه عده قبل از ظهور امام زمان این است که اونم رسالت الهی دارن که طلب سار سید الشهدا کن. ابدا این نیست. طلب سار اسمش بذاریم تمهید ظهور. باید بریم نواسب رو یکی یکی پیدا کنیم، جاسو خلال دیار اینها رو بکشیم. ابدا این نیست. این فرهنگ اهل بیت نیست، فرهنگ زیدی است و اصلا در یک از روایات هم این مطلب اشاره نشده، بلکه طلب سار اذا جاء نصر دم الحسین، نصر دم الحسین یجی به ظهور الامام. پس این اولین محکمات.
ما اخذ به متشابهات نمی‌کنیم. با این محکم خروج را یا خروج بعد از خروج اول، خروج بعد ظهور معنا میکنیم. خروج معنای کره‌ای که خروج بر عالم. ابتداء آقا سید الشهدا قتله رو میکشن، آقا امام زمان قتله رو میکشن، بعد خروج میکنن برای تطهیر منطقه کلا، به شامات میرن، به فلسطین میرن، جاهای دیگه میرن. اون خروج ها ممکنه مثل خروج به مکه، به مدینه، اینا هم خروجه. یا این است، یا اگر منظور از خروج همون خروج به معنای خروج اول است که ظهور هست، این عبادی که برای نصر دم سید الشهدا اومدن مبعوث از قبورن، این در ظهور اصغر. و این قبل نه قبل زمانی زیادی است، به قرینه نصر دم الحسین علیه السلام، یعنی همون حوالی بالاخره همون ایام همزمان با خروج امام عصر مثلا از مکه، یعنی ظهور تام، ولی در ظهور اصغر که ظهور اصغر برای عده‌ای ظهوره، برای باقی غیبته. لذا خروج واقعی، خروج عام که ما اسمش بذاریم ظهور، از مکه است، پس بازم غیبته، پس بازم خروج نشده، اما برای اون عده خروج شده. پس خروج امام، ظهور امام، ظهور اصغر با بعث اونها در غیبت اصغر، در ظهور اصغر همزمان میشه. در عین حالی که همزمان هست میتوانیم بگیم قبل خروج هم هست. توجه دارید؟ لذا همزمان با خروج اصغر عده‌ای مبعوث میشن، اولی بعث شدیدن و اینها این وظیفه را انجام میدن. این به هیچ عنوان نباید حمل بشود بر این که عده‌ای، یه ارتشی، یه جماعتی قبل از ظهور، سالها قبل از ظهور میان که شعار یا لسارات الحسین رو جامعه عمل بپوشن. این به هیچ عنوان ربطی به مکتب اهل بیت ندارد. و از بنی اسرائیلی که قاتل سید الشهدا هست انتقام بگیرن، هم قبل رو، هم خروج رو، هم نصر دم الحسین رو، و هم اسرائیل و بنی اسرائیل رو طبق مذاق خودشون ترجمه کنن. بنی اسرائیل اونهایی هم که سید الشهدا را به قتل رسوندن. نصر دمم تلبسار از همون هاست و معلوم است اونا کجا بودن، کیان، کجا. نصر دم الحسین هم از اختصاصات امام زمان است، بلا شک ولا شبهه، تسلیم مال کسی دیگه ای نیست این امر. لذا قبل و خروج رو هم چند احتمال دارد باید اینطور حمل کنیم. علا کلین قوم یبعثهم الله، یعنی رجعت می کنند قبل خروج القائم عجل الله از مکه، یعنی در ظهور اصغر با امام که دیروز گفتیم کیا هستند، رجعت می کنند. فلا یدعون یا یدعون وترا لآل محمد الا قتلوا. اینا وظیفهشون، این عصابه وظیفهشون اینه که هر کسی که خونی از اهل بیت به گردنش هست رو اینها خواهند کشت. و کان وعدا مفعولا، این هم اتفاق خواهد افتاد که البته منظور خروج حضرت هست، خروج القائم عجل الله، که وعد مفعول خروج. وعد مفعول چیه؟ وعد مفعول نصر دم الحسین است. به چی؟ به خروج. نمیفهمد کان وعدا مفعولا یعنی بعث اینها، کان وعدا مفعولا خروج قائم عجل الله. اونا به کمک حضرت بعث خواهند شد، نه قبل. ثم رددنا لكم الكر علیهم، بعد ما کره رو تکرار خواهیم کرد. کره هم عرض کردیم رجوع هایی است که برای جنگ است. ثم رددنا لكم الكر علیهم خروج الحسین علیه السلام. پس ببینید کره است برای نصر دم امام حسین علیه السلام قبل از کره خود سید الشهدا. ما کره جز کره امام زمان نداریم. پس اگر عده‌ای میان برای نصر دم سید الشهدا قبل از خروج خود سید الشهدا و کره سید الشهدا، کسانی هستند که همراه امام زمان هستند. لکن ما باید خروج یا خروج رو معنای بعد ظهور معنا کنیم، خروج بعد، یا خروج ظهور هم اگر هست ظهور تام رو باید معنا کنیم تا این قبل بشود ظهور ناقص. واضحه؟ بالاخره عدی رجعت میکنند. ثم رددنا لكم الكر علیهم، که بارها گفتیم که در فتره بین حکومت عباسی و حکومت علوی مدت ایام ظهور حکومت اموی میخواد برگرده توسط سفیانی و امثالهم. اینجا سید الشهدا، اینجا امام عصر عجل الله فرجه خواهند آمد و بعد تکمیلش توسط خود سید الشهدا انجام خواهد گرفت. این فاصله رو جدا کنید.
از زمان فعلی و از حکومت علوی که توسط اهل بیت علیهم السلام تشکیل خواهد شد، حکومت‌های رجعت. این مدت قضیهش فرق داره. حکومت جهانی، حکومت علوی اصلا اون وقت تشکیل نمیشه، حکومت رجعت. حکومت جهانی رو هم امام عصر انجام نمیدن، سید الشهدا تکمیل خواهند کرد و انجام خواهند. چند تا روایت در این زمینه داشتیم، این روایت هم تکمیل شه.